اتحادیه‌های اعتباری یا کردیت یونین ها مؤسساتی هستند که خدمات مالی متنوعی را ارائه می‌کنند. همکنون نزدیک به 6 میلیون کانادایی جهت انجام امور بانکی خود کردیت یونین ها را انتخاب کرده و به آنها اعتماد دارند. دلیل اصلی این اعتماد این است که این مؤسسات مجموعه‌ای متنوع از خدمات مالی و بانکی مثل افتتاح حساب‌های جاری و پس‌انداز شخصی و شرکتی، ارائه انواع اعتبارات مثل مورگیج، لان اف کردیت و کردیت کارت‌ها و همچنین مشاوره سرمایه‌گذاری در پلن‌هایی مثل RSP، TFSA و همچنین میوچوال فاند را ارائه می‌کنند. بچه تمایز اصلی این است که ما در عمل برای شما کار می‌کنیم، چون هر کدام از شما یکی از سهامداران این مؤسسه بوده و در سود نهایی این مجموعه نیز سهیم هستید. موضوع اصلی دیگر این است که کردیت یونین ها از طرف دولت‌های فدرال و استانی قانونگذاری می‌شوند و ملزم به رعایت بالاترین سطح استاندارد در ارائه خدمات خود بوده تا بتوانند به عنوان یکی از مطمئن‌ترین و قابل اعتمادترین مؤسسات مالی باقی بمانند. وقتی در مورد اطمینان و اعتماد حرف می‌زنیم، لازم است به این نکته اشاره کنیم که در کردیت یونین ها مبالغ سپرده شده به طور کامل و حتی بالاتر از آنچه بانک‌ها تضمین می‌کنند ضمانت می‌شود و در برخی استان‌ها این تضمین نامحدود بوده و کل سپرده بانکی مشتریان توسط کردیت یونین گارانتی می‌شوند. در نهایت این که کردیت یونین ها بالاترین سطح استاندارد را در ارائه خدمات بانکی دارا بوده، به نحوی که در 14 سال گذشته بیشترین میزان محبوبیت و رضایت را از نظر ارائه خدمات به مشتریان در بین تمامی مؤسسات مالی و اعتباری کسب کردند. احتمالاً یکی از با ارزش‌ترین نکاتی که برای مشتریان یک کردیت یونین مورد توجه قرار می‌گیرد این است که به ایشان به چشم یک عدد نگاه نمی‌شود. پس بنابراین می‌توان گفت یک کردیت یونین چیزی نیست جز ارتباط بین مردم و جامعه و ارتقاء سطح زندگی مردم از طریق ارائه خدمات بانکی منصفانه و با ارزش. من به عنوان ایرانی کانادایی مشکلات دردسرای بسیار خسته کننده با سیستم بانکی دارم. مثلا زبان انگلیسی زبان دوم منه، بنابراین اصطلاحات پیچیده بانکی به زبان انگلیسی میتونه خیلی گمراه کننده و نامتعارف باشه و باعث پیچیدگی و سردرگمی من بشه. تمامی این مسائل و معضلات این سوال را مطرح میکند که چطور کردیت یونین ها میتوانند در حل این مشکلات به ما کمک کنند. So these are all very good reasons why we here at Community Savings are in the planning stages of building a Farsi language credit union to serve the specific needs of Persian Canadians in BC. In fact, we've established an advisory board made up of members of the community who are going to bring this to life. Let's hear what they have to say. با سلام، سیما مزاری هستم، دفتر اسناد رسمی دارم. من وقتی که متوجه شدم که قرار هستش یک کردیت یونین ایرانی در لوری مینلند باز بشه بسیار خوشحال شدم و احساس میکنم که در واقع این قسمت میسینگ پارتی هستش که وجود داره. همونطور که میدونین تعداد ایرانیانی که در لوری مینلند هستن هم تا روز به روز داره بیشتر میشه. خوشبختانه شاهد موفقیت روزافزون هر روز ایرانی‌ها هستیم و داشتن یک کردیت یونین، یک بانک ایرانی که بتونه تمام کارهای ایرانی‌ها رو انجام بده بسیار بسیار ایده خوبی هستش. من کاری رو که دارم انجام میدم، توی کارم افراد ایرانی زیاد میبینم مشکلاتی که دارن برای آوردن پول از ایران یا مشکلاتی که اینجا بتونن بانک برن، بتونن اون در واقع ارتباط رو برقرار بکنن، متاسفانه وجود نداره و این چیزی هستش که با داشتن یک بانک ایرانی تمام این مشکلات میتونه حل بشه. از طرف دیگه من شانس اینو داشتم طی چند سال گذشته، خب حسابای بانکی با بانک‌های مختلف داشتم، ولی طی چند سال گذشته یه حساب بانکی که داشتیم با یکی از این کردیت یونیون‌ها بود که واقعا سرویسی که ازشون میگرفتیم بسیار عالی بود. اون ارتباط وجود داشت که من احساس میکنم اگر بتونیم یک کردیت یونین ایرانی داشته باشیم یک قدم خیلی مثبتی برداشته شده برای جامعه ایرانی. فرزاد مزاری هستم، CEO کسکید گرین دیولپمنت. من ظرف 20 اندی سال گذشته تجربه بسیار خوبی در ارتباط با کار کردن با مؤسسه‌های مالی که بهشون کردیت یونیون میگن داشتم و دارم. من هم در ارتباط با تجربه شخصی و همینطور در ارتباط با تجربه‌ای که با بیزنس هم داشتم با کردیت یونیون ها بسیار بسیار تجربه خوبی بوده. ما امروز اگر شرکت کسکیدی امروز این جایی هست که هست به خاطر سپورتی هست که ما از کردیت یونیون ها گرفتیم، به خصوص از کامیونیتی سیوینگز کردیت یونیون. به عنوان یه شخص ایرانی که 20 اندی سال گذشته شروع کرد به کار کردن اینجا،
در ونکوور بریتیش کلمبیا ما حمایتی که گرفتیم در آن زمان و امروز از کامیونیتی سیوینگز کردیت یونیون و اوورال و به طور کلی از بقیه کردیت یونیون ها واقعا استثنایی بوده. من فکر میکنم که امروز اگر ما کنار هم بیایم و این کردیت یونیون ایرانی رو تشکیل بدیم، ما میتونیم یک قدم بسیار بزرگ، یک قدم بسیار فراتر برداریم که موانعی رو که در مقابل جوانان ایرانی که میخوان بیزنس خودشون راه بندازن یا اشخاصی که امروز وارد کانادا میشن یا حالا اگر بتونیم این مدل رو جای دیگه دونا پیاده بکنیم، میتونیم برداریم و این موانع رو در حقیقت آروم آروم به کمک همدیگه با به وجود آوردن یه هویت ایرانی برای یه مؤسسه مالی میتونیم آروم آروم این موانع رو از بین ببریم و حرفی برای گفتن داشته باشیم.